اولین مرحله بود که یک تعداد آمدن به فرا و 12 خانواده آمدن به دره خوستک ولایت بدخشان ما. این 12 خانه از خارجی افراطی بود. من مسئولین رو چه خبر کردم، اونا تمامیت نداشتن. آمدم به کابل، با شخص رئیس جمهور صحبت کردم، با شخص دکتر صاحب رئیس اجرایی بود صحبت کردم. فکر می‌کنم اول حکومت شد. در شورای امنیت را مطرح کردم، به شورای سب قماندانی اعلی که رئیس جمهور دعوت کرد، اونا مطرح کردم که آل 12 خانه است، ولی پلانی است که تعداد زیاد انتقال میشه از طریق ننگرهار و دمتکنر و نورستان، یا از طریق مستقیم به نورستان یا مستقیم از چترال از جای مختلف میان به بدخشان جابجا میشن، بعد از او به قندوز میان جابجا میشن، به ولسوالی دلخد تخار، امام صاحب و ولسوالی دشتیارچی و چهاردره قندوز، بالاخره سلسله میره و درزاب و خوشتبه و ولسوالی کوهستانات سرپل و ولسوالی های کوهستانی فاریاب و همچنان. و از استخامات دیگر گفتیم که از طریق زمینخیل میاین به ولسوالی ناوه، از طریق دیگه میاین ولسوالی آچرخاب لوگر نام میشه و برنامه سری خاک جبار خود کابل وجود داره، سروبی اینجا نامیده میشه، ایران و مسیر نامیده میشه. بعد پلان گرفته میشه سری ولسوالی ارزگان خاص، ارجستان، غرجستان، اطراف تکندی. اینا رو مکوش گفتم که شاید حرفای من رئیس جمهور بشنوه و فسابیا بشنوه. در شورای امنیت نمیده بس کردم، در جلسه سرخواننی فرا و جارم گفتم یادداشت کردن. شورای امنیت احمد صاحب بود که یادداشت میگیره، رئیس امنیت ملی فکر میکنم استانزای صاحب بود یادداشت میگیره، جناس افضلالدین تشریف داشتن، لویدیسی تشریف داشتن، ولی عملی نکردن. بعدها به حد شدی که تعداد زیاد شده بدخشان آمدن ولسوالی وردوج اینجا را گرفتن. بعد از او مثل که پشه در گوشک فیل در آمده بود و از در آمد از در آمده چه خبر بوده که از در آمده خبر نشد، مگر این فیلی ما خبر شد از آمدن این پشه. وقتی که اینا شروع کردن و رفتن در یک عملیات به برنامه و نامنظم کمین خوردن. 200 تا 300 نفر اردوی ملی بچه های مظلوم وطندارای ما را دستگیر کردن، تمامی وسایط و سلاحشان هم گرفتن. اینا دیگه چاق شدن، اکمال شدن. شاید ساله گرفتن، فکر کردن که 12 نفر چیه در اونجا و 4 نفری که در زمخیل میاد، چیه در برج جنگی میاد، چیه در فرا میاد، چیه در خاک جبار بغل گوش کابل است، میذاریمش ولسوالی چرخ میذاریم، ولسوالی چرخ مرکز ترنگ مخالفین است، از رفعی رفته ترشان نمیتونه. من محبوط هستم که تمام شمال ناامن میشه و به وزیرستان شمالی دوم تبدیل میشه. بدخشان انیمیاری ایغورا هست، انصارالله تاجیکستان هست، IMU حرکت اسلامی ازبکستان با چچینی و نمایندگی همگیش هست، پاکستانی هست، از کشورهای مختلف دنیا هستن مبارزه میکنن، تا قزاق و تا قرقیز هم هستن در اونجا. در ولسوالی کوهستانات سرپل خانوار هستن، با فرزند و زن و خرد و کلانشان هستن، جابجا هستن، ترینینگ میبینن، تبلیغ میکنن، خود اکمال کرده میرن و نفوس آن رو طرف رفته و مناطق کوهستانی فاریاب و همچنان وصل شدن با منطقه از ولسوالی بادغیس.